به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با درود و سلام و وقت بخیر خدمت تمام شما مردم شریف و نجیب افغانستان، علل خصوص مردم شریف قزلباش. تاریخچه مختصر به ارتباط قوم قزلباش خدمت شما هموطنان عزیز آماده ساختیم و خدمت شما ارائه میکنیم. امیدوار هستیم که شما هم به دقت بشنوید و معلومات اندک را به ارتباط قوم قزلباش دریافت بکنید. قزلباش ها یکی از اقوام شیعه مذهبان افغانستان است. بیشترین افراد این ملت از بازماندگان ترکان بوده و در مناطق مختلف افغانستان پراگندند. اما شمار زیاد از آنها چندول و منطقه افشار کابل ساکنند. عده قلیل از قزلباش ها در مرادخانی منطقه تایمنی شهر کابل به سر میبرند. قوم قزلباش از ابتدا مکتبی و شهرنشین بودند. این ملت تا مدتی از جمله اشراف و اراکین بزرگ دولتی بوده، همه مشغول خدمات نظامی، دیوانداری و دفترداری بودند. آنها که در چنداول کابل زندگی داشتند قطعه اساکر نادرشاه افشار به شمار می روند. این قوم در زمان زمامداری بارکزئی ها و محمدزئی ها نیز کار دیوان و دفترداری می نمودند. پس از سال 1325 در جامعه افغانی منحل شدند. وجه تسمیه: قزلباش در زبان ترکی به معنی سرخ و باش به معنی سر می باشد که تحت الفاظ آن سرخ سر ولی به مفهوم کلاسرخ در میان اردو و یا اساکر پذیرفته شده بود. تاریخچه قزلباش در افغانستان: قزلباش ها یا ترکان آذری تبار افغانستان گروهی از بازماندگان سپاه 12000 نفری قزلباشند که به فرمان نادرشاه افشار قندهار کابل را فتح کردند و سپس در قندهار و کابل و هرات ماندگار شدند. برخی منابع پیشینه قزلباش افغانستان را به زمان شاه اسماعیل صفوی رسانیده‌اند. نادر افشار که خود نیز مربوط به یکی از گروه‌های این قوم بود، با کمک قزلباشان توانست در سال 1735 میلادی سلسله صفوی را براندازد و به مدت 12 سال بر سرزمین‌های فارس، قندهار، کابل، بخارا حکم براند. او دهلی را نیز یک بار فتح نمود و از آنجا غنایم بیشمار با خود به فارس برد که الماس معروف کوه نور از جمله آنها بود. پس از قتل نادر افشار عده‌ای از قزلباشان به احمدشاه عبدلی پیوستند و او را بر رسیدن به تاج و تخت یاری نمودند که این امر باعث شد تا مقام و منزلت خود را در دربار حفظ کند. زمانی که تیمورشاه درانی پایتخت را به کابل انتقال داد، این طایفه را در منطقه پایین جوی یا مرادخانی امروز که 300 فامیل از قبیله قزلباش جلایر در آنجا قبلا مسکن گزیده بودند جا داد. این قبیله در زمان نادر افشار در همین منطقه مسکن گزین گردیدند. توسط طهماسب جلایر وکیل وقت سلطنت نادر افشار اداره میشد. مردم جلایر مکتبی بوده، شغل عسکری، نویسندگی و پیشوری داشتند و هم قرابت نزدیک با قزلباشان داشتند. بعدها این منطقه توسط سردار مرادخان پوپلزایی اعمار گردید. به نام مرادخانی شهرت یافت. سردار مرادخان فرزند انزله خان از عشیره های قلندرزایی پوپلزایی بود. موصوف در وقت تیمورشاه از قندهار به کابل آمد و به طرح اعمار جدید از قبیل دوکاکین، حمام، کاروانسرا و باغ‌ها مانند دیگر سرداران به اعزام دولت پرداخت. موصوف یک گوشه بزرگ و مرکز شهر موجود کابل را آباد ساخت و آن را مرادخانی نام گذاشت. سردار مرادخان در دوره سلطنت احمدشاه و جارچیباشی، بعدها نصفچیباشی و زمان حاکم دوآبه هندوستان بود. او در سنه 1140 هجری سرپرست اکمال تعمیر اشرف البلاد احمدشاهی قندهار و سپس بانی مرادخانی شد و بعد از استقرار قزلباشان در کابل، برادران هزاره به خاطر حس هممذهبی و روابط دوستانه با آنان برقرار کردند و از بعضی خانواده‌های آنان برای سکونت در هزارجات دعوت کردند. قزلباشان چون در زمان صفویت در کارهای دولتی بودند، لذا از نظر فرهنگ در سطح بالاتری قرار داشتند. از این رو در افغانستان نیز در ادارات دولتی شامل شدند. دولت صدوزایی و محمدزایی کارهای دفترداری خیش را اغلب در اختیار قزلباشان واگذار می‌کردند. حتی در زمان امیر عبدالرحمن خان که یک تعداد شیعیان افغانستان قتل عام شدند، قزلباشان صدمه کمتری دیدند، زیرا که دولت به وجود آنها نیاز داشت. مشاورین قزلباش دولت و حکومت افغانستان را تقریبا در مدت 150 سال به این طرف کمک نمودند. در تاریخ عالم‌آرای عباسی مستور است که سلطان حیدرالموسی صفوی پدر شاه اسماعیل شبی در خواب دید که از عالم غیب او را تاج 12 ترک عطا گردید. لحاظا از سقرلات قرمز کلاه ترکمنی را به کلاه 12 ترکه مبدل کرده و بر سر مریدان نهاد. منشیان خاندان صفویه و افسر ممتاز ملقب به قزلباش گشتند. پس از سلطان حیدر، شاه اسماعیل صفوی با مبارزه همین مریدان و طوایف مختلف
بر تخت سلطنت نشست. همین اولاده مریدان را که از زمان جدش خواجه علی مانده بود گارد محافظت و رزمندگان خود تعیین نمود. در سر تمامی این سربازان کلاه مخروطه با 12 پرک به رنگ سرخ گذاشت و نامشان را قزلباش گذاشت. قبایل ترک که سلطنت قزلباش را بنا نمودند عبارتند از راملو، شاملو، استاجلو، توکلو، ذوالقدر، افشار، قاچار، ورساق و صوفیه و قره‌باغ بودند. در بعضی از صفحات تاریخ قزلباش از 7 قبیله ترکمن استاجلو، شاملو، توکلو، راملو، ذوالقدر، افشار، قاچار تشکیل گردیده است. این قبایل همه شیعه مذهب نبودند ولی سلطنت قزلباش را در دوره صفویه ساختند. علاوه بر ترکمنها قبایل غیر ترکمن که تاجیکان بودند نیز در تشکیل سلطنت قزلباش سهیم بودند که عبارتند از تالاشها، تاتها، لورها، لوکها مانند خاندان زن، گروها و خاندان مشخص کردها، گروها و خاندان مشخص فارس، بردگان قفقازی مانند گرجیها، چکسها، ارمنیها، لازها، اویسایها. بعدها 2 قبیله دیگر بیات و ایماق نیز به این اتحادیه پیوستند. تا حال خود را سرداران ترک نامند. جامعه قزلباش به عنوان یکی از طریقت‌های علویگری در شرق ترکیه هنوز وجود دارد که کردها، زازاها زیادترین پیروان آن شمرده می شود. شاه اسماعیل و اشعار او یکی از منابع دینی آنها به شمار می رود. دین و مذهب. قزلباش ها همواره مسلمان و شیعه مذهب می باشند تا آنجا که در محل‌های اقامت آنان کلمه قزلباش مترادف با کلمه شیعه به کار میبرد. امیر عبدالرحمن خان تلاش فراوان نمود تا قزلباشان را به مذهب تسنن برگرداند. تعداد اندک مذهب حنفی را پذیرفتند، بقیه در مذهب شیعه باقی ماندند. باید گفت که جد شاه اسماعیل صفوی سنی مذهب و ترک بود ولی شاه اسماعیل صفوی مذهب شیعه را پذیرفته بود. ساحات زیست قزلباشان. قزلباش ها که در کابل سکونت اختیار نمودند از طوایف مختلف بودند. البته مشکل است تا تمام این طوایف را نام برد ولی به صورت مختصر بعضی طوایف قزلباش تنها در شهر کابل شامل طوایف بیات، افشار، انصارلو، جوانشیر، شاملو، شاغاسی، کوچرلو، کبرلو، شاسوان، حاجی خاجلو، مغانلو، میکائیلو و غیره می باشند. قزلباشان بیشترین در هرات، غزنی، کابل، پشاور، جلال آباد، قندوز، قندهار و مزار شریف ساکنند. در کابل در محلات چندول، چوبفروشی، کوچه علیرضا خان، وزیرآباد، افشار، نانکچی، مرادخانی زیست دارند. زبان و نژاد. قزلباشان در گذشته غالبا ترک زبان بودند اما در افغانستان امروز به زبان فارسی دری سخن میگویند. آنها از طایفه های مختلف مانند ترکها، ترکمنها، کردها و لورها بودند. شغل و درآمد. قزلباشان شهرنشین، مکتبی اغلب به مشاغل اداری و بازاری مشغولند. آنهایی که در قریجات زندگی می نمایند نیز به زراعت، دامداری، تجارت مشغولند. مشاوران تیمورشاه درانی. تیمورشاه درانی دومین پادشاه سلسله عبدالی زبان دری را در دفاتر رسمی معمول ساخت. او پس از انتقال پایتخت از قندهار به کابل مشاوران دربار خود را از میان قزلباش‌ها برگزید. پس از آن نیز بسیاری از قزلباشان به کارهای دولتی و اداری مانند صندوقداری، مصوفیگری، منشیگری مشغول بود. شمار دیگر نیز مشغول کارهای صنعتی و بازرگانی گردیدند. با سپاس فراوان از تمام شما هموطنان عزیز، علل خصوص مردم شریف و نجیب قزل که تا این دم مرا همراهی کردین. تا معلومات دیگر که باز هم در خدمت شما جمع‌آوری کرده و خدمت شما به عرض می‌رسانم، شما را به خدا می‌سپارم. موفق باشید.